بریم با هم مسابقه میدیم که ببینیم کی بچه‌ها رو بهتر میشناسه. خب دیگه اصلا دیگه چرا بار دوم داری مسابقه میدی؟ من بیچک و چونه میگیرم مغزونشونه اموگوس سوم با 17% رای. بچه ها بچه ها شادی رو خیلی دوست دارن. کباب کباب جواب اول. کبابو چجوری فکر نکردم؟ کباب چجوری میگم زرشک پلو، سوسیس، قیمه و برگر. سوسیس هر روز سخت. من نمیتونم کوروشو با خودم ببرم. آخه چه خوش می‌گذره. شما میتونی بچه ها یه میوه‌ای که شما رو یاد یه عضوی از بدن میندازه. اصلا نمیخواستم. خود برو. امیدوارم چیز قشنگی بگی آقا ایمان. هلو هلو رتبه اول با 46%. مثلا میگم مثل موز رشیده. رتبه سال بعدی یه چیزی که هر چقدرم بلند باشه باز احساس میکنی کوتاست. موز چپت گل من به تو خیلی میگمش در طول روز. کوروش بنده خدا اگه میتونست میرفت فشار نزنین رو جوونامون. واقعا انجینم را افتاده. ساله آخره. خب سوال آخر. اوه یه کاری که وقتی تنهایی انجام میدی. کوروش آواز خوندن جواب چهارمه با 8% رای. خیلی راحت ترم. منم راحت ترم کسی نباشه راستش.